خط خبرها، ملل متحد خواستار کمک فوری برای مهاجران بازگشته شد. آغاز به فعالیت یک کارخانه اکسیژن در کابل. طالبان 4 تن را در سر پل شلاق زدند. و از جهانیم که در پی حملات هند بر پاکستان 26 غیر نظامی کشته شدند. سلام، من فاطمه سادات هستم. به خبرهای این ساعت از راویه زن خوش آمدید. سازمان ملل متحد با صدور فراخوان اضطراری خواستار تامین فوری بودجه برای پشتیبانی از موج فزاینده مهاجران بازگشته کشور از پاکستان شده است. آمارهای این نهاد نشان می‌دهند که از 3 اپریل تا 3 می حداقل 110,000 مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشتند و بسیاری از آنها در شرایط اضطراری و بدون هیچگونه دارایی یا وسایل اولیه زندگی به سر میبرند. سازمان بین‌المللی مهاجرت به همراه شرکای خود روز دوشنبه این فراخوان را منتشر کرد و هشدار داد که ترکیب بازگشت‌های اجباری، شرایط وخیم انسانی و کمبود شدید بودجه 10,000 تن را در معرض خطر بحران انسانی قرار داده است. سازمان جهانی بهداشت با همکاری برنامه جهانی غذا، اتحادیه اروپا و سایر شرکا یک کارخانه پیشرفته تولید اکسیژن را در کابل افتتاح کرده است. این سازمان‌ها در اعلامیه مشترک گفتند که این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای تقویت نظام صحی افغانستان و تأمین اکسیژن مورد نیاز بیماران به ویژه در شرایط بحرانی محسوب می‌شود. کارخانه جدید ظرفیت تولید روزانه تا 210 سیلندر اکسیژن را دارد و به گونه مستقیم از 45 بستر بخش مراقبت‌های ویژه این شفاخانه پشتیبانی خواهد کرد. همچنین در شرایط اضطراری مراکز درمانی مجاور نیز از این تأسیسات بهره مند خواهند شد. در ادامه تنبیه‌های بدنی، دادگاه عالی طالبان در بیانیه‌ای گفته است که 4 تن در ولایت سرپل به اتهام قماربازی شلاق زده شدند. بر اساس بیانیه محکمه ابتدایی طالبان، این افراد به 1 سال و 6 ماه تحمل زندان و 25 ضرب شلاق محکوم کرده است. بیانیه می‌افزاید با تایید این فیصله از سوی دادگاه عالی طالبان، متهمان در ملأ عام شلاق زده شدند. طالبان در 1 سال گذشته بیش از 450 تن را در ولایت‌های مختلف کشور در برابر دید همگان شلاق زدند. آمارهای دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهد که در سال 1403 خورشیدی طالبان 456 تن و شمول 60 زن را در 26 ولایت کشور از جمله کابل و قندهار شلاق زدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در نامه‌ای از رسانه‌های داخلی خواسته است محتوای خلاف ارزش‌های دینی، فرهنگی و عنعنات افغانی را که پیش از حاکمیت طالبان نشر شده از کانال‌های یوتیوبشان حذف کنند. این نامه یک نقل آن به 3 رسانه تلویزیون‌های طلوع، آریانا نیوز و یک فرستاده شده است. در نامه آمده است که این نامه بر اساس مکتوب وزارت امر به معروف طالبان که 1 ماه پیش به این وزارت طالبان فرستاده شده آماده شده است. طالبان در این نامه گفتند که هدف آن جلوگیری از مشاهده و بازنشر این محتوا از طریق لایک، کامنت و سایر تعاملات کاربران در فضای مجازی است. در یک رویداد ترافیکی در شاهراه سمنگان بلخ در شمال کشور 3 تن جان باختند و 33 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه دفتر مطبوعاتی فرمانده امنیه طالبان در سمنگان آمده است که این رویداد بامداد سه‌شنبه هنگامی رخ داد که یک بس مسافربری نوع 580 که از کابل به جوزجان میرفت در ساحه کفترخانه در ولسوالی خرم ولایت سمنگان از جاده منحرف و واژگون شده. به گفته این بیانیه، زنان و کودکان نیز در میان زخمیان این رویداد هستند. در بیانیه آمده است که زخمیان این رویداد به شفاخانه ولایتی سمنگان برای درمان منتقل شدند. و از جهانیم که احمد شریف سخنگوی ارتش پاکستان میگوید که در نتیجه حملات هند بر این کشور 26 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شریف گفته است که در نتیجه این حملات 46 تن دیگر زخمی شدند. وی تصریح کرده است که 6 مکان در پاکستان هدف حمله قرار گرفته است و هیچ کدام از آنها اردوگاه‌های شب نظامیان نبودند. وزارت دفاع هند در بیانیه اعلام کرده است هند در انتخاب اهداف و روش اجرا خویشتن‌داری قابل توجهی نشان داده است. گفتنی است که این حملات پس از تنش‌های نزدیک به 2 هفته‌ای میان 2 کشور صورت گرفته است. حال توجه کنید به وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور.
خبرهای امروز که تقدیمتان شد. برای آگاهی از جدیدترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، وبسایت و صفحات اجتماعی ما را دنبال کنید. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.